هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بعضی از سنت های فراموش شده، بعضی از سنت های نبویه که اکثرا فراموش شدند و در حیات امروزه ما تقریبا عمل نمی شوند. از تعلیمات و راهنمایی های پیغمبر صلی الله علیه و سلم مختصرا ذکر میکنیم، باشد که به این سنت ها عمل کنیم و الله برای ما اجر نصیب کند. یکم، منع کردن بیرون شدن کودکان هنگام بیگاهی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند هنگامی که بیگاه شد کودکان خود را باز دارید و از بیرون شدن از خانه آنان را منع کنید، زیرا شیطان ها، جین ها این هنگام پراکنده می شوند و شکار می برآیند. بعد از اینکه حصه از شب گذشت، هنگام خفتن شد، آنان را یعنی کودکان را رها کنید، با حال خود گذارید و درهای خانه هایتان را با گفتن بسم الله بسته کنید، زیرا شیطان ها، جین ها دروازه را که با گفتن بسم الله بسته شده است گشوده نمی توانند و آن چیزهایی که در آنها آب یا طعام میگیرید سرپوشهایشان را با گفتن بسم الله بپوشانید. دوم، طعامی در زمین افتاده را تازه نموده خورید. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که طعام میخوردند با 3 انگشت مبارکشان استعمال میکردند و میفرمایند هنگامی که لقمه یکی از شما در زمین افتاد او را تازه نموده بخورید و او را برای شیطان نگذارید، زیرا شما نمیدانید که در کدام لقمه شما برکت است. راوی حدیث میگوید امر کرده شدیم به این که هنگامی که خوردن را تمام کردیم انگشتان خود را بالایستیدن با دهان تازه کنیم. سوم، هنگام شنیدن صدای خروس و الاغ یعنی خر، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هنگامی که صدای خروس را شنیدید از فضل الله طلب کنید، زیرا او ملائکه را دیده است. و هنگامی که صدای الاغ یعنی خر را شنیدید از بدی شیطان به الله پناه برید. چهارم، دعا کردن برای برادر مسلمان در نبودنش. در حق برادر مسلمان از پشت او دعای خیر نمودن و آرزوی نیک کردن سنت بوده. کسی که در حق برادرش دعا کند ملائکه ها در جواب او میگویند برای تو نیز چنین باد که در حق برادرت دعا کردی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ بنده در غایب برادرش در حق او دعا نمی کند مگر اینکه ملائکه ها به او میگویند بر تو نیز چنین باد. پنجم، هنگام شنیدن خبری خوش سجده شکر نمودن. هنگامی که برای ما خبری خوش و نکو را میرسانند سنت است که همچون شکرانه به درگاه الهی به او سجده آریم و شکر گوییم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگوید هنگامی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبری خوش و بشارت داده میشد خدا را شکرگویان سجده میکرد. سنن ابوداود. ششم، پس از هر نماز آیت الکرسی را خواندن. سنت است که بعد از هر نماز 5 گانه آیت الکرسی خوانده شود و برای خواندن آن جنت کفالت داده شده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند شخص پس از هر نماز 5 گانه آیت الکرسی خواند تنها مرگ او را از داخل شدن به جنت منع کرده است. هفتم، خواندن سوره اخلاص و معوذتین هنگام خواب رفتن. سنت است که قبل از خواب رفتن سوره اخلاص و فلق قل اعوذ برب الفلق و سوره ناس قل اعوذ برب الناس خوانده شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هنگامی که به جایگاه خود حاضر می شدند دستان خود را جمع نموده اینها را خوانده به کف دست خود می دمیدند و دستان مبارک خود را بر بدنشان می مالیدند و این عمل را 3 مرتبه انجام می دادند. صحیح بخاری 5017. هشتم، عیب و کمبودی نگرفتن بر طعام. امروزها متاسفانه ما اکثرا عادت نموده ایم که برای طعامی که همسران، مادران و خواهران آماده می کنند با اندک لغزش های آنها طعام را عیب گرفته بعضی از روی غضب همسران را دشنام می دهند و بعضی آنها را بر سر زن بیچاره می زنند و طعام را حقیر می شماریم. البته این خلاف سنت بوده از اخلاق نبوی بیرون هست. حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگوید
رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچگاه طعامی را عیب نمی گرفت. اگر اشتها می داشت از آن طعام می خورد و اگر نمی خواست نمی خورد. صحیح مسلم 2064. نهم، راست خوردن طعام و نوشیدن آب. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم از راست نوشیدن آب منع کردند. قتاده می گوید از انس پرسیدیم که خوردن طعام نیست؟ گفتند بله. این راست خوردن طعام باز بدتر است. صحیح مسلم 2024. دهم، سلام دادن بر کودکان. سلام دادن بر کودکان یکی از سنت هایی است که متاسفانه از بین تقریبا به کلی رفته است. حضرت انس رضی الله عنه میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم از نزد کودکان گذر میکرد، بر آنها سلام میداد. صحیح مسلم 2168. 11، اجازت پرسیدن هنگام داخل شدن به خانه. یکی از سنت های دیگری که فراموش شده است این اجازت پرسیدن هنگام به خانه کسی داخل شدن می باشد و در خانه را که برای داخل شدن تا 3 مرتبه کوبیده شود. اگر اجازت داد پس داخل شوید. در حدیث مبارک آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اجازت پرسیدن 3 مرتبه است. اگر به تو اجازت داده شد داخل شو، اگر اجازت نشد برگرد. سنن ترمذی. 12، هنگامی از خواب برخاستن. یکی از سنت های دیگری که هنگامی از خواب برخاستن اکثر خواب را با دست از چهره دور کردن است، چنانکه که در صحیح بخاری آمده است، بخاری 183. 13، دعا کردن قبل و بعد از خوردن طعام. سنت است که قبل از شروع کردن طعام خوری و بعد از تمام کردن آن دعا کرده شود. دعایی که قبل از خوردن طعام خوانده می شود. اللهم بارک لنا فیه و ابدلنا خیرا منه. خدایا در این طعام برای ما برکت بده و بهتر از آن را برای ما نصیب فرما. دعایی که بعد از خوردن طعام خوانده می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که بعد از خوردن طعام این دعا را بخواند: الحمد لله الذی اطعمنی هذا طعام و رزقنه من خیر حول منی ولا قوه. گناهان گذشته اش بخشیده می شود. حمد و سپاس و ستایش بر الله تعالی را که این طعام را بدون سعی و تلاش برایمان خورانید و این را برایمان رزق داد و عطا فرمود. 14، 10 مرتبه صلوات گفتن هنگام سحر و بگاه. در حدیث نبوی آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که هنگام سحر و بگاه 10 مرتبه بر من صلوات فرستد روز قیامت شفاعت من را دریافت خواهد کرد. راویان حدیث هستند که چنانکه امام ابن حجر و سیوطی گفتند. این بود معلومات مختصر درباره سنت های فراموش شده. باقی خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.